ببینید تزریق چربی همه افراد کاندیدش نیستن. برای افرادی لازمه که صورت‌های خیلی لاغر و استخوانی دارن. در واقع یک تحلیل عظیمی از چربی‌های پوست دارن که ما از اینها چون که نمیتونیم با مقدار کمی فیلر اون تغییر رو ایجاد بکنیم، میایم از چربی‌هایی که در نواحی کشاله ران هست میکشیم، سانتریفیوژ میکنیم و طی مراحل استریل تزریق میکنیم به نواحی که در پوست صورت هست. چربی شامل ویتامین های محلول در چربی هستش که همطور که باعث اون شادابی پوست میشه، در قالب چهره هم تغییر رو به وجود میاره. در کل اگر بخوام مقایسه رو داشته باشم، خب تزریق فیلرها یک کار ظریف‌تره، اما چون حجم بالایی رو ما می‌خوایم تزریق بکنیم، از چربی ها استفاده می‌کنیم. چربی ها رو هم در ناحیه صورت، هم در ناحیه دست و هم در ناحیه واژینال میتونیم استفاده بکنیم. ببینید ما هم از فیلر هم از چربی میتونیم برای هر سه این نواحی استفاده بکنیم. یعنی هر ناحیه از بدن که نیاز به افزایش حجم داشته باشه، ما از فیلر و چربی ها استفاده می کنیم. اما این بر اساس نظر پزشک و نظر خود مراجعه کننده ها، چربی ها با توجه به اینکه یک نقشی هم در روشن کنندگی دارند، بهتره برای نواحی واژینال از چربی ها استفاده بکنیم. برای نواحی پشت دست، چون حجم بالایی رو هم میخوایم تزریق بکنیم، هم میتونیم از چربی ها هم از فیلرها در کنار هم دیگه داشته باشیم، یا اگر فقط از فیلر استفاده بکنیم در کنارش از مزوتراپی های ضد لک یا فیلرهایی که میتونن روشن کنندگی هم در کنارش داشته باشن میتونیم استفاده کنیم.